این سفر برای من خیلی بیشتر از یه پروژه فیلم برداری بود. اینجا آدمایی دیدم که نه فقط برای خودشون که برای همدیگه هم تلاش میکنن. اینقدر تلاش میکنن بدونی که حتی خستگی رو احساس میکنن یا حداقل اصلا نشونش نمیدن. و چیزی که تو این چند روز بارها دیدم عشق و علاقه‌ای بود که به این کار داشتم. فرقی نداشت کسی حرفه‌ای باشه یا تازه کار. همه کنار هم داشتن یاد می‌گرفتن بدونی که کسی رو قضاوت کنه. و وقتی نگاهشون می‌کردم متوجه شدم که ما چقدر میتونیم از هم دیگه یاد بگیریم. این سفر به من این یاد داد که جامعه یعنی همین، یعنی با عشق و احترام کنار همدیگه کار بکنیم و به هم کمک کنیم که رشد کنیم.